خب سریع بشینین کنفرانس رو شروع میکنیم. سوالا کوتاه، زود، تند، سریع باشه. خانم شما بگو. حال که به درست یا به غلط چرخیدن چرخ زندگی مردم به چرخیدن سانتریفیوژ ها گره خورده، شما چه تمهید عملی دارید برای خروج از بنبست؟ و در واقع سوال مشخص روزنامه اعتماد این هست که وجه ممیزه دولت تدبیر و امید با دولت‌های پیش از این چه خواهد بود؟ خیلی متشکرم. ربط چرخ سانتریفوژ به چرخ زندگی مردم و ولش. مهم اینه که چرخ دنده سانتریفوژه به دنده مقام عظما گیر کرده. بعدم همچین میگین وجه ممیزه با دولت‌های قبلی انگار چیزی فرق کرده. ولی فقیه که هنوز جام زهر نخورده بابا. رابطه ولی فقیه با سانتریفوژ این دولت و اون دولت و امروز و فردا و اینجا و اونجا نداره. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بذار بهادر عرض میکردم بله، میفرمودن که یارو رفت تو شهر شوتا مریض شد، قرار شد آمپول بزنه. به یکی گفت آقا من غریبم اینجا، تو شهر شما آمپول کجا میزنن؟ طرف آستینو زد بالا گفت همینجا. میخوام بگم همه جا همین جوریه دیگه. بعدی. متشکرم. جناب آقای سامان کجوری، پرس تیوی، ایشون به دلیلی که بینندگانشون انگلیسی زبان هستن سوالشون رو به انگلیسی مطرح خواهند کرد. مگه شما بیننده هم دارین که حالا انگلیسی صحبت کنه یا پشتو؟ تو چه مشنگی هستی که خودت هم باور کردی خواب که سنگین باشه خطر شکستن تخت وجود داره. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بذار بهادر عرض کردم بله، میفرمودن که به یارو به جای الکل آب دادن خورد، مست کرد شروع کرد به عربده کشی. بهش گفتم بابا چه خبرته؟ آب بود اینو که خوردی. گفت دیگه دیر شده، منو گرفته. تو هم ما رو گرفتی. سلام علیکم دکتر. اجازه بدید من انگلیسی سوال میکنم. نمیدونم چرا همه اف اومدناشونو میذارن واسه ما. فرق نمیکنه. تو به روسی هم سوال کردی چون من که سوال تو گوش نمیدم که حرفای خودمو میزنم. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بذار بهادر عرض کردم بله، میفرمودن که تو مهمونی به یارو گفتم ببخشید سرتون رو درد آوردیم زیاد صحبت کردیم. گفت نه نگران نباشین داشتم برای خودم چرت میزدم، من که به حرفای شما گوش نمیدم که. خبرگزاری ریا نووستی. سلام آقای دکتر. چون این مسئله چند بار مطرح شده بود در رابطه با همکاری روسیه و ایران در زمینه هسته‌ای، آیا جمهوری اسلامی ایران برای همکاری با روسیه در زمینه ساخت نیروگاه بوشهر 2 حالا آمادگی دارد؟ اشتها رو برم، اشتها نگو اژدها بگو. بابا درسته که تو نظام ما خیلی از مقامات قبلا بسیجی بودن، ولی شما دیگه فکر نکنی که به اندازه الاغ هم نمیفهمن. خیلیشون به اندازه الاغ میفهمن. مشنگه به دوستش گفت اگه همون قدری که واسه خر کردن من تلاش کردی رو خودت زحمت میکشیدی الان آدم شده بودی. سوال بعدی. سلام دکتر. This is from China National Television CCTV. من از تلویزیون ملی چین هستم CCTV. باقیشو نمیخواد بگی. میترسم الان یه کلاهی سرم بذاری. شنیدم تو مذهب شما بهشت جاییه که فقط آسمون زمینشو خدا آفریده، باقی چیزاش همه ساخت چینن. البته شوخی کردم. شما آسمون زمینم به خدا نمیدین. وقت ما تمامه، اما من حیفم میاد که این همه سوال رو بی جواب بذاریم. اگه اجازه بدین یکی دو سه تا سوال دیگر رو هم مطرح بکنیم و البته سوالات کوتاه، جواب هم کوتاه. با اجازه شما. خب حق دارن شلوغ کنن دیگه. کل بازی 4 تا سوال بوده، حالا تو میخوای تو وقت اضافه 3 تا سوال دیگه بکنی؟ آقا رو تو مثل ساعت ماهت حالی نیست. از مشنگه پرسیدن ساعت چنده، بلد نبود بخونه، شلوغش کرد، گفت بدو دیرت شده. تمومش کن که رفتی تو وقت اضافی. بسیار ممنون. وقت ما خیلی دیر به پایان رسید. از وقتی که آقای دکتر در اختیار رسانه ها قرار دادن سپاسگزاری میکنیم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.